اکتشاف جدید آخوند در کعبه. گفتم اینجا چیکار میکنی؟ گفت من به مناسبت سال یه مرتبه میام اینجا با هواپیمای خصوصی و با هزینه‌های خصوصی میام اینجا. سال یه مرتبه من رو میارن اینجایی که باب مستجار بهش میگن و محل شکافه. اینو من ترمیمش میکنم، هر سال میفته. عکساشو ببینید، عکسای رنگیشو برید ببینید. هست همینجا الان هست. عکسای رنگیشو باید ببینید ها. سال به سال اصلا مدلش عوض شده. اگر دقت نکنیم میگیم این مال 500 سال قبله. اما اگر دقت بکنیم عکسای سال به سال بگیریم میبینیم اصلا رنگ‌ها متفاوته. میگه ازش سوال کردم خب چیکار میکنی؟ گفت چی، منو با هواپیمای خصوصی میارن، هر سال ما اینو عوضش میکنیم. سال نشده میفته. نمیدونم چیکار کنیم. میگه هر سال من با اون فرمول خاص چسبم میام اینو میچسبونم. بینندگان محترم، این آخوند در روز روشن دروغ می‌بافد و تحویل مخاطبین خود می‌دهد و آنها به گونه‌ای به سخنان او گوش می‌دهند که گویی آیاتی از قرآن تلاوت می‌کند. این آخوند معتقد است که سالانه خانه کعبه در جایی که علی متولد شده شکاف برمی‌دارد و یک مهندس خارجی با هواپیمای خصوصی برای ترمیم شکاف به مکه می‌آید و از این راز کسی در این دنیا جز این آخوند اطلاع نیافته است. آیا این خندیدن به ریش مخاطبین و استهزاء به اندیشه آنان نیست؟ حال به یک کشف دیگر گوش فرا دهیم که جهانیان از آن بیخبرند، فقط این آخوند از آن اطلاعات پیدا کرده است. یکی از متولیان حرم خانه خدا، حریم امن خدا، این شیعه است. میگفت سال یه مرتبه هم میبرم براش، یه سری کادو هم میبرم. گفت به یه مناسبتی سالی که رفته بودم بهم گفت که کارت دارم بیا منزل. رفتم منزلش، یه ناهاری و گفت یه شیشه برام آورد پر از آب. گفتم این چیه؟ گفت این یه تیکه سنگ قصه داره، این آب را ما به هر کی بدیم مرده زنده میکنه، اعجاز درست میکنه. گفتم خیلی عجیبه، کجاست؟ گفت یادته که یه زمانی این کعبه رو خراب کرده بودن برای ترمیم؟ گفتم آره. گفت اون شب من اونجا بودم، تو بیسیم زدن، صدا اومد که بیایید گود برداری کردیم، ما یه تیکه سنگ دیدیم. گفت من از جمله کسایی بودم که دیدم این سنگ رو. گفت وارد خانه خدا تو اون گود شدیم، حدود 3 متر 4 متر 5 متر هر چقدر. گفت یک لوحی سنگ دیدیم ما تو قعر خانه خدا، برای بار اول خودش نشون داده. با چه خطی نوشته نمیدونم که هذا محل ولادت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. میگه بیسیم زدن این وهابیا که ما چیکار کنیم اینجا رو؟ اینو چیکارش کنیم؟ موزهش کنیم؟ ببریمش موزه که هیچی دیگه. جالب بود. این هم کشف دوم حاج آقا که هنوز جهان از آن بیخبر است. حاج آقا، اولا شما که میگویید شیعیان را در عربستان آدم حساب نمی‌کنند، چگونه یک شیعه متولی خانه کعبه شده است؟ ثانیاً این سنگی که فرمودید مرده زنده می‌کند، چرا نبردن سر قبر رهبر فقید و دیگران تا زنده شوند و به دنیا بازگردند؟ ثالثاً نگفتید که وهابی‌ها سرانجام با این سنگ چه کردند؟ حال قضاوت سخنان و کشفیات شما را به عهده بینندگان محترم می‌گذاریم.